عزیزان سلام. در برنامه نوبتی نقش ما با نفری هم صحبت خواهیم شد که زیاده از نیم عصر این جانب فعالیت پرثمر دارد. از سال 1971 این جانب در دهها فیلم نامه ها و نمایشنامه های تئاتر نقش می آفرد و هر یک نقش آفریده‌اش البته در دل و دیده تماشابین جای می گیرد، زیرا که دنیای معنوی این کس فلسفه ای دارد که همین حالا هم صحبت ما خواهد شد. البته هنرمند خلقی تاجیکستان، ستون تئاتر و سینما استاد تقوی مراد رازقов هستند. سلام. خوشحالم که حالا به دیدار شما رسیدیم و باز هم خوشحال از آنیم که این لحظه ما را هم صحبت و همراز خود قرار داده اید. تشکر. سوال های امروزه ما درباره یکی از نقش های تربیوی شماست. نقش منصور لنگ یا خود رئیس لنگ هم میگویند مردم، از فیلم ناتکرار و شهرتیار درد عشق که سال 1986 از جانب نویسنده خلقی تاجیکستان کرامت الله میرزا نوشته شده است. در اول همین را قید کردن میخواهم، نو بس از آنه که این فیلم یعنی سالهای پیش به نوار گرفته شده بود، هنوز هم تماشابین زیاد دارد. میخواستیم از ابتدای فیلم کمی قصه کنید. انور برهانویچ به نزدیک 100 ساله شدن، تبریک کردیم که امسال 100 ساله شدن. بعد من جیغ زدن گفتن که اکوی تقوی مراد همین اثر یابید و خونید. بعد من جستجو کردم، گفتم خوندم. بعد سپس یک سال پس در که اکوی تقوی بید میریم نوارگیری. گفتم چه خیل همه نقش ها از نزد کمیسیون مخصوص گذشتگی من هم خیلی نگاه کردم، گفتم خیلی یک چند کسی دیگر هم دیده بودستن، لیکن من به سنجشی رسمی است، مثلا رسم میگیرن، کمیسیون تماشا میکنند، تصدیق میکنند، لیکن من نه رسم گرفتن نه تصدیق وای کردم. تن میریم بنوار گرفتم، گفتم انوار که چه خیل هیچ خیل تا این وقت من ابرازا داشتم، لیکن ابرازای مایده بود، لیکن ابراز کلان این خیل ابراز کلان بار اول بود. برای من روزیگاه بسیار کمتر هم در هیجان بودم، هم میترسیدم. این خوب است وقتی که اکتور در هیجان است میترسد، این خوب است، چون که اساس ایجادات هم همین است. اگر که نترسی، اگر یکی نداشته باشه همین خیلی بود از دم میگه نه. بنابراین برای من این مناسبت کارگردان انور برهانویچ بسیار جالب بود و من افتخار میکنم از همین کس که مثلا همین انسان به من باور کرد. وقتی که به انسان باور میکنی، نه که در حقیقت باور میکنی، خیلی روی یکی باور نه که من باور دارم فلان فلان، نه در کار نیست. خیلی وقتی که باور میکنی ده چند آدم مهنت میکنند. شما به نام فیلم بسیار خوش روی کردید، گفتید که فیلم تربیوی پندآمیز، این همین خیلی است. اصلا احسن با شما که مثلا شما درک میکنید این چیزا، که هر یک چیزی که ما میگیم این پند است، این حکمت است، این برای زندگی انسانیت بسیار ضرور است. بنابراین من باز بار دیگر اظهار منتدارگی میکنم به کارگردان این فیلم انور برهانویچ. همین باوری بود که این فیلم روی نوار آمد. شخصیت این قهرمان تماشابین را هرگز بی‌طرف نمانده است، حتی به جای رسیده که در دل تماشابین حس نفرت را بیدار کرده است و این بی‌واسطه از مهارت بالای شما درک می‌دهد. اما باعث شده است که شما را منصور لنگ گفته نسبت نقشتان حس ناراضگی بیان کرده و آن را چگونه پذیرفته اید؟ باره نه، هزارها بار نه که من نمیرنجم، من یکم رنجش ندارم. من افتخار میکنم که مثلا شیرین شوشو تیمور را بور اول مسکو بردم. من افتخار میکنم که لیلینا اولیانووا مسکو بردم. من افتخار میکنم استروفسکی مثلا نقشای خیلی خوبی دارم که من آخرین که نقیب خان توغرل گویم، یعنی آخرین ابرازی که بازی میکنم من بسیار دوست میدارم. استاد صدرالدین عینی بی‌نهایت بسیار یک نقش است که بی‌نهایت دوست می‌دارم. ناگفته نماند استاد، امروز با درخواست مخلصان شما را دعوت کردیم تا اینکه ابرازی شما را از همین فیلم درد عشق به بیننده قصه کنیم. بسیار کار خوب میشد. یعنی که من میخواستم که اون تماشابینی که مثلا تماشا میکند این چیزا در من سیمای دشمن نبینند. من دشمن نیستم.
این من همین خیلی دیدم، همین انسان من همین خیلی دیدم. اکتور موافق دید خودش، موافق فهمیش خودش، موافق عقل و ذکاوت خودش نقش می آفرد. سلام علیکم رئیس. کارها چطور؟ بد نی رئیس. لام پر می شود؟ نصیب باشد. پر می شود، پر می شود رئیس. پلان رو پر میکنیم به فکرم بابای کمال. رئیس قلعه نقص شدگی؟ قلعه نقص. دوربین رو از کجا گرفتی؟ از بازار به تودمئیز عوض کردم. گندم رو نمیدوزدم؟ نه رئیس، خدا را شکر این عادت در ما نیست. حقیقتا عجایب. خیلی میگن که استاد مخصوص دیسک کردگی همین فیلم، هر بیگایی که هر هفته به یک بار روزی بزرگ من این فیلم تماشا میکنم. اختیار دارید، خواهید هر شب تماشا کنید. گپ دیگر چیز است که اگر چیزی که مثلا چیزی تربیوی نباشد، اگر چیزی که اخلاق انسان مثلا تازه نکند، و چیز هیچ کس با درکار نیست. و ما هم با اون چیزی که مثلا برای مثلا جمعیت، برای پیشروی جمعیت اگر منفعت نآورد، هیچ وقت باید دست نمیزنیم. من همه شمایان را برای آن جمع کردم که با هم یک مسئله مهم سیاسی را حل نماییم. خودتان نقض میدانید که تمام مملکت به فرانت یاردن میرساند. فرانت به یاری ما محتاج است. انا گیریم اویله ایوانوفو از پول خودشان، رحمت سرین جان، یک تانک ساخته به فرانت فرستادند. یا اینکه زحمتکشان کلخوزی به نام رفیق ستالین 1 میلیون پول جمع کرده به فونت غلبه سپاریدند. خیر ما چی؟ ما از دیگران چی کمی داریم؟ آنها هم ما بر این آدم شاخ ندارند کو. اکنون همت از ما. بیایید ما هم پول مال جمع میکنیم. با آن مبلغ یک سمالیات میسازیم. لحظه های فیلم خیلی زیاد از لحظه های جالبی فیلم. جای بابای کمال و خانه منصور می آید. این صحنه ها نیز خیلی جالب است. نه اونجا می بیاد و بعد میگه رئیس شما یکم چیز گم نکردید؟ میگه چی؟ چی میگه؟ میگه وای کرده بودم. و در حقیقتا اون جواهرات از شما بود؟ نه وای از خلق جمع کرد که وای گم کرد؟ نه وای گم نکرد، وای برده پنهان کرد. بابای کمال کرد. بابای کمال در ادیر بود و کم کم شکار میکرد. شکار چی است؟ وای دوربینش قطعی نگاه کرده دیدگی که خیلی وای کردگی. بعد اومده وای کرد. نقص بسیار نقص. انا دیدی میگه بابای کمال فلان بهمدان طرف گپ دیگر طرف میبرد و بابای کمال هم میترساند. ستالین قطعی گپ میزند. یعنی که تو جغت گرفته گرد که انا من همه خیلی آدمم، یعنی خودش بسیار وای میکند که قطعی من بازی نکنه. مگر منصور در خانه جایی نداشت که در کوه و پشته مثلا اون جواهرات رو پنهان کرد؟ این خیلی انسان ها به هیچ کس باور ندارن، به هیچ کس. وقتی که برایان میرفتی هیچ چیز گم نکردی؟ خیریت کیاف شد. یگون جای نکفتگی هم نموند. تمام شب خوابم نبرد که کجا غیب زده باشد. قریب که دیوانه شده بودم. رحمت بابای کمال، هزار رحمت به شما، کاری خیر کردید. ایستید که اینها رو از کجا یافتید؟
از کنج دره وقتی که از شکار برمیگشتم. همراه اتون باز یگان کس بود؟ ها، دو کس بودیم. کی؟ منو دوربینم. دوربین. دوربین بسیار چیزی نقص. آدم رو بیناتر میکند. گوش کن بابای کمال. من از تو یک خواهش دارم. به هیچ کس در این باره دعوا نکشو. با فکر شما چرا این قهرمان به این اندازه در دل کینه و عداوت دارد؟ برای چی تا به این سطح بدی میکند؟ شاید سبب اون که در جوانی محبتش به جواب مانده بود. یعنی این چیز سبب همچون شخصی بد به کمال رسیدن او شده میتوانست؟ میدونید هر چیزی که میشود این از جمعیت وابسته است. اگر جمعیت خواهد که مثلا این انسان خوب شود نسبت و مناسبت خوب میکنند. همین تصور کنید همین مردک مثلا با کمبودی مثلا تولد شد و به کجایی که میرفت در کجایی که میشست نسبت خود فقط تحقیر میشونید. میدونید ای چلاق بیا جشین بله تحقیرها زیاد بوده. یعنی وای گناه دارد چی گناه دارد مثلا که تو باید تحقیر میکنی. انا میخوام تحقیر کرده همون 6 وایش با ماینش با 6 برای من وای هیچ کس وای فرزند خودش وای یگم کس با وای نیکی نمیکند با جز دغلی دیگر چیز شنیدگی نیست این مردک. وقتی که دغلی میشنوی بعد خسته نیکی میکنه و چقدر که دون پایمال میکند در قدم پایمال کرد. یعنی که اینجا جمعیت گناهگار است که نسبت همین خیلی آدما ما نامهربانیم، ما دغلی میکنیم نسبتی وای خل کردن در کار نه وای مهربانی کردن در کار. یعنی پیش مردمی همون محاله با منصور همین گونه مناسبت میکرد. بله قصداً بعد او این کارو کرد. بعد همین خیلی است. یگون چیز به جواب نمیماند در زندگی. همه چیز سوال و جواب دارد. بنابراین این همون چیزی که جمعیت و تربیت کرد و همون جواب جمعیت هم خیلی داد. در رفت فیلم یک دو صحنه های هست که منصور را لطوکوب میکنن. خصوصا اون مرد آهنگر که عزم و جزم قوی داشت با یک ضربه رئیس رو برداشته به زمین میزند. دشوار نبود ثبت این لحظه. عموما به نوارگیری این صحنه ها چگونه صورت گرفته است؟ نقش آهنگر عیسی عبدالرشید بازی میکردم و بسیار صمیمی بسیار طبیعی بودن اون کسان. دشوار بودن. یگون چیز به قربانی نمیشه در این زندگی. و عیسی عبدالرشید مثلا کمتر خیلی حقیقت دوست بود. بعد وقتی که من میگم که تو باید با من سیف شد میگیرد میبردارد میبرد با تمام قوتش میزنه زمین با یک بار زد میگم من قربا قرم وقت میگم خدا من میقفا میچینه میگم. بعد آخی این خیلی است که یک دو دوبل نمیگیرن 3 4 دوبل میگیرن. من عادتا همین وقتی که دیدم که از 2 دوبل زیاد شد الان فج دیگه بازی کردن نمیتونم کشم خودم که دیگه بازی کردن نمیتونم. یک یا 2 دوبل تمام. معنی همون رژیسور هم وایرون میشد معنی خودم هم وایرون میشد. برای من هم یک یا 2 دوبل از خیلی هم زیاد 3 دوبل. این صحنه همین میگیرم. یک بار رفتم بعد یک شکایت کردم. گفتم که انورکا اخی گپ زنید خیلی من یک گناه ندارم. همین خیلی من سختی میزند که هیچی من ممکن نیست این خیلی. رئیس وظیفه های نو مبارک چی میسازی؟ حلقه برای چرخ عرابه. حلقه رامان برای من سیف میسازی. سیف؟ سیفش چی بلا؟ سیف این یک صندوق آهنین قلف دارد کلید دارد. به من ضرور برای نگه داشتن مهر و حجت های مخفی. دستم خالی شود ساخته میدی؟ نه دستم خالی شود نه خودی حاضر ساخته میدی. راو منصور از پای کاری خودت چو به من خلال نرسان. گپت را دانسته زن سعید. اگر مهر من گم شود کی را قوا میکنن؟ کی را میشد؟ تو رو؟ هم مرا. انا برای همینم همه کارت را پرتای برای من سیف ساز. من فرمان میدیم من رئیس یا رئیس نه. تو رئیس اکنون راو دفشاو. نراست پشیمون میشد. دفشاو میگویم تو چی شد؟
من نگفتم که با کار من خلال نرسان. دفشم رئیس باشی رو رئیسیت رو کرده گشتنگیر. من با تو 100 مراتب گفتم که با کار من و با کار مردم خلال نرسان. دفشم گفتم گم شو. انمرکب بیشتر روسی گپ میزد. بعد میگفت که ایسو ایمه سوویست و تو به سوویست، یعنی که تو وجدان داری؟ نکنم خیلی وای کنیم، نکن استکاک وای کنیم. همین من این طرف میکنم با سخت‌ترش بزن. و همین خاطر واقعی برآمده است. بعد نه دوامش گوش کنه. باز من این دفعه که یا آخرین مرتبه که زد نمیدونم با کجا یک سنگ زد، همین سنگ پرک دیدم، همین راست دیدم لط خورده است. لط شکست، پرک دیدم شکست. نه که با یک عذاب نفس کشیده و کرده صحنه تمام کردیم اومدیم. لط خوردگی 5 سالی که من خوندم در مسکو، همین 5 سال فقط طبیعی بودن در صحنه آموختن. طبیعی بودن ببینید کاری دشوار است. و حاضر من از دانشجویان از همین شاگردان التماس میکنم که همین شما همین 2 کلمه زنده گویید در صحنه. زنده گپ زدن از صحنه به نهایت کاری دشوار است. این به نظر میتواند که نه در اصل دشوار است. همه وقت منم التماس میکنم که بچه‌ها در صحنه دروغ نگویید. همین خیلی که هست، خیلی که در زندگی گپ میزنید، انا خیلی گپ زنید و کوشش کنید که دروغ نبراید. بنابراین راستی رو نه به وجه زوال به جهان سر اگر خشک شود باز عصا میگردد. این خیلی درست است. راستی کودک بودیم، در محیط خانواده این فیلم رو تماشا میکردیم و چند روز پیش بار دیگر این فیلم رو تماشا کردم و کلا معنی دیگر رو برداشت نمودم. طرز اجرای هر یک قهرمان عالی و صمیمی و حقیقی برآمده است. پس هنرمند کی میتواند در همین سطح نقش آفرد؟ باور داریم که حالا پاسخ شما راهنمای هنرمندان جوان و نوکار خواهد بود. مثلا دلبر عمرова یکی از بهترین اکتریسه ها است. در این نورالله عبداللهیف یکی از بهترین اکتورها است. و در اینجا من افتخار میکنم که با چنین اکتورها در این فیلم نقش آفریدم. من چی میخوام با جوانها چی نصیحت میکنم؟ پیش از همه بیشتر کتاب خوانند، پیش از همه بیشتر تئاتر روند و سرسری نگاه نکنند. نمایش‌ها با نمایش‌های همچون متخصص نگاه کنند، آموزند، درست آموزند. چرا مثلا این هنرمند این خیلی این نقشه می آفرد یا که اینش این خیلی بسیار نمایش‌ها هست که نمایش اکتورهای گوناگون بازی میکنن. بنابراین بینن، فرقیت حس کنن، جستجوی کنن و بیشتر از زندگی تجربه گیرن. استاد کدام لحظه این فیلم بیشتر به شما پسند است؟ بیشتر در خاطرتون نقش بسته است؟ صحنه‌ای که وقتی میگه همین تلفن یکتا می‌داشتم. بله خواهش میکند که با اون کس تلفن زد. چیکار میکنی میگم؟ باز چی؟ چیزی عجیب. از همین تلفن یک دقیقه می داشتم. او کالخوز شما خط تلفن ندارد که؟ من با خط تلفن چیکار دارم؟ با من تلفن باشد شد. من به خط تلفن با کمیته مرکزی با شما گپ زنان میکنم. خلق باور کند شد. منظره اون دهه خیلی زیبا و برهواست. راست است که این فیلم در ناحیه شوراباد در دهه دهدرازک ثبت شده است یا خطا فهمیدین؟ نه درست است. میدونید همون سال وقتی که ما سال 89 فیلم تیار شد و ما انورکقتی مسکو رفتیم، نخست پریمیر فیلم، نخست نمایشش در خانه سینمای مسکو برگزار گردید و در اونجا بعد فیلم صحبت شد. خیلی اونجا همه متخصصان همین ساحه سینما کینو دیدن و حیران شدن. گفتن که چخیل شما این خیلی دیه رو ساختید با کدام مبلغ؟ بعد انورکه گفتم ما نساختیم، همین خیلی دیه وجود دارد.
میگن نخود در همین دیگه آدم زندگی میکنن. اول رفتم امون روز اول یک اسب آوردن من همین صحنه معلم است. میبیاد اسب قطعی معلم میگه پروانه هم صحنه میگه یک اسب دادگی با من پاهم باید دارم کارسیت دارم خیلی قد نمیشه. یک پوچم اوزانگوب است یک پوچم دیگر باید نمیرود اوزانگوب. اسب توریده است اسب هم خیلی با بوزی میبیم اسب چراغک میکند همین جر از باور میکنید. یعنی اگر افتید زاغ و زغن نمیباند توی. پیشتر در اسب سواری بلد بودید یا نه؟ نه بلد نبودم نکزه. بعد گفتم امروز نوارگیری به انجام رسید تمام. بعد اومدم گفتم که انورکه این عرف و عادت اینجا دیگره همش فهموندم عرف و عادت بجا آوردیم همه وای کردیم. بعد روز دیگرش یک اسب دادن که من با همین ایرول ماشین به وای نذار این خیلی میکنم میگرد این خیلی میکنم میسته. بعد دوست من گفتم خیلی دیدید انورکه گپ دیگر است اینجا. انا بینید که بابای کمال چخیل مال دولت را پاسبانی میکند. دیده باز در این روزهای مصیبت که تمام خلق سویتی یک ریزه نان را از دهان بچه هایش کنده به فرانت میفرستد. خلق خودش گرسنه تشنه لیکن غمی وطن غمی جنگاوران را میخورد. اما این بی وجدان باشد خلطه گندم را از خیرمن دزدیده به خانه‌اش میکشاند. دروغ مردم باور نکنید. دروغ این تهمت. دروغ تهمت. مردم گندم را من ندزدیدم. وای خودش. کی وای؟ کی گندم را دزدید؟ تهمت چی؟ گروهی کاری سرکرده از کارگردان تا هنرمندان در این فیلم خیلی با قوت بود. خیلی مشقت زیاد هم صرف شده است البته برای ثبتش. اما کدام عامل‌ها را سبب تا به این سطح مشهور شدن فیلمنامه میشمرید؟ من گمان میکنم که از فیلم‌های بهترین انورکه همین فیلم است. چون که در این فیلم نوارگیر خیلی عالی جناب کار میکردن. شباتایف میکردن. این کس بسیار خوب بودن. کارشون عالی جناب است. نقص وای میکردن کار میکردن و رسامی خوب داشتیم. رسامی سر لباسمون آلایده بود با رسامی فیلم دیگر بود. این رسام هم اینا خیلی صادقانه کار میکردن. میدونید در همین گروه همه بسیار صادق بودن. صادقانه کار میکردن. همین صادقی بود، همین دست جمعی بود، همین یک دیگر فهمی بود که مثلا فیلم موفقیت پیدا کرد. من در فستیوال مثلا همین خودم شد فستیوال کینو در قرغن‌تپه اولین فستیوال سینما بهترین نقش مردانه گرفتم من برای این فیلم. برای این نقشم یعنی سرجمی برای من میگن سرجم باشن یک جای باشن از یک گریبان سر اینجا همه خیلی بودن هم اکتورو مثلا معلم شرف قاسم و همون جواب هممون با مثل مادر نگاه بین میکردن. بچه‌ام وای چیزاته ولی بوسته کاش دی وای پشت وای کدی نگاه میکردم غمخوری داشتن شرفایتی همشون هم خیلی دلبرم هم خیلی بودن. حتی گلسرا عبدالله بود همراه ما یاردم میکرد. ما با یک اپیزود است و نمیدونیم خیلی به همش نگاه نکرد. همه قریب که علاقه گفته ستاره کینو بودن گلسرا عبدالله که رفت همراه ما یاردم کرد و همون وای هم یاردم میکرد. ما یعنی ما همه وقت یاردم یک دیگر را حس میکردم. نقش یا خود ابرازی منصور لنگ به شما چی داده توانست؟ یکی از ابرازایی که مثلا به من باور کردن مثلا همچون اکتور من اون چیزی که میفهمیدم میدونستم همین چیزا بازی کردم. به محبت گفته میتوانیم که هنوز هم تماشابین نسل جوان این فیلم را تماشا میکنند و حتی دانستن میخواهند که تقدیر مردم اون دهه از دست منصور لنگ چی میشود. آیا آن بی‌عدالتی منصور به آخر رسید و عموما فیلم چرا اینگونه به آخر رسید؟ این خاصی خودی کارگردان بود یا وضعیت همین را طلب کرد؟ به گفت مردم دهه منصور آیا جزای خود را دید یا نه؟ چرا ندید؟ اوای بچه خونش هم میسوزاند کن. اساساً فیلم باید در شروبود نه اساساً در دشت جون باید میشد و باور میکنم همون دهه‌ای که من تولد شدم از کادر اول از اونجا باید سر میشد. البرزوری بابای صالح میگفتن باید از اونجا سر میشد. لیکن همون سال ما رفتیم بارانگری بسیار شد و کوپرکای آب برد. ما رفتیم
همین در شروع بود موندیم دیگه نتونستیم رفته چون که همونجا بعد انورکه خاک الله کرد تصمیم گرفتن که در اونجا تصمیم گرفتن که همیشه خیلی اینجا بعد نبود خیلی نصیبش همینجا بود است. جمیله بگو بکار برو خانشینی بس در فرما کار میکنی یا یگان کاری سبکتر یا برای به خانه من بیا خانه من سر مهمان از رایان استال نوباد آدم می آید زنم تنها از عهده پخت و پز نمی براید چی در خانه من کار کنی چی در کلخوز مزد کار یخل می شود چی گفتی؟ چی؟ همین گونگ خشرو بازی کردگی فتلا همین می بردارد اینا وقتی که همون مثال دستی زوری میکند همون زنک با این میرود و یونش قدر ویده است دست این خیلی صحنه بنی و سینه به این خیلی و یونش قدر ویده است میراد بین یونش قبا هم خیلی بعد میراد میگرد هم خیلی و میبرد دریا با میپرتوید این خیلی دریا از این سنگ به این سنگ از این سنگ به این سنگ از این سنگ به این سنگ یعنی طبیعت و جزاش میتیاد برای همین ویرانکاری و هم ولی در فیلم با پورگی نشون نداد نه فیلم اینا نشون دادن فیلم هم نشون داد که هم میراد اگر دقت کرده باشید اومده استادن میگه خانه کیم کی سوخته است بله بله مادر و پسر رفتن میگن بعد دود برن و خانه رئیس سوخته است میگه دلبر عمر و همراه پسرش میرود بعد هم میگه که از کجای دود است این خانه رئیس علو میزنه بعد میرن میسوزد میرودم خیلی اکنون کم ترکه روشن کردن در کار بود نمیدونم سبب چی شد ممکن اینا شاید خاصی کارگردان بود همین گونه انتهای انورکه بسیار یک کارگردان نازک است نگاه کن پسرم خانه کسی میسوزد خانه کدام بیروزی باشد رفتیم رو همون دور است تشکر برای یک صحبت صمیمی در انتها برای مخلصانتان چه گفتنی ها دارید؟ برای مخلصان من میگم که خیلی تماشا کنن بعد تماشا عبرت گیرن فهمن در هر یک نقش ما یک حتما خواهیم نخواهیم یک چیزی تربیوی داریم به این نمیشد برای من ما درک کنن ما فهمن که ما برای چی همین نقشه بازی کردیم برای چی مثلا چی میخوایم با همین پیش از همه سلامتی میخوام بردباری میخوام ذوق بلند آرزو دارم از تماشابین برای اشتراک در برنامه همون سپاس میگویم که دعوت ما را رد نکردید سلامت باشید منم آرزو میکنم که مثلا همه اون نمایش‌هایی که شما پیشکش تماشابین میگردن همش پسند آید و همه وقت هم خیلی گلی سری سواد باشید سلامت باشید اگر انسان نسبت کار خود در دل آتشک مهر انگیزد حتما روز آن جهان را گرم و روشن میسازد به مثل محبت نوتکرار قهرمان امروزه برنامه نقش که نسبت کار خود در دل میپرورد هنرمند دوست داشتنی تئاتر و سینما هنرمند خلقی تاجیکستان تقوی مراد رازقوف بودند که فعلا اطراف نقش ایشان از فیلم درد عشق به شما قصه کردیم با همین دوستان برنامه نقش به آخر میرسد شاد و مسرور باشید خیر عزیزان